استاد در عرف و عادت ما وقتی یگان حرفی بد میگوییم زبانت را بگز میگد. یگان اصل دارد در اسلام. این یگان اصل ندارد. وقتی که ما اگر یگان حرفی بد میگیم زبان مون گزیدن به معنای این است که یعنی باید من همی سخنی بدم نمیگفتم. یعنی اشاره بر همین است خواهرها و برادرای عزیز که کلانترای ما مثلا همین قدر برای ما اشاره کردن که یعنی زبان تا بگز به معنای که زبان گزیدی. زبان مقصد چی می شود؟ زبان درد می یابد. بین احساس درد میکنه. چخیلی که حضرت عمر هر عضوی که گناه میکرد با دره داشت، دره قطی میزدش، خواه دستش بود خواه پاش بود. انا همچنان کلانترای ما هم پیروی ای حضرت عمر کرده و زبان تا بگز مقصد درد بیاوه تا که دفعه دیگر تو سخنی بد نگوی. معناش همینه برادر است. استاد درباره حضرت ذوالقرنین معلومات میداده. من در اینجا برادرها و خواهرای عزیز درباره ذوالقرنین شما میتونید که درباره ذوالقرنین حضرت ذوالقرنین از سوره کهف از آیت 83 اگر نگاه کنین میگه یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذکرا. یعنی پیامبر گرامی را درباره ذوالقرنین پرسیدن. این حضرت دایم امتحانش میکردن، دایم میامدن از این هر خیل سوال ها را میکردن. چلی که از روح پرسیدنش یسألونک عن روح گفتن درباره روح پرسینش، ولی درباره اصحاب کهف پرسیدنش. اینها واقعه هایی بودن که پیش از اسلام شده بودن. و این خاطر دانشمندای یهود که می دانستن این حادثه ها را برای سنجش که این اگر پیامبر باشد حاضر مقصد علای مهربان با او آگاه میکنه، ما را درم خبر میته. بعد اینجا دا میفهمیم که آیا پیغمبری همی برحق است یا برحق نیست. همین خیلی سوال ها را از پیامبر زیاد میکردن. برای این درباره ذوالقرنین هم پرسیدنش که مقصد ذوالقرنین کی بود. علای مهربان در اطراف ذوالقرنین برای پیامبرمان مقصد خبری داد که ذوالقرنین کی هست. و یعنی اینجا دا آمده است که و از تو درباره ذوالقرنین میپرسم، بگو که بزودی بر شما از حال وی خبری میدهم. یعنی علای مهربان گفت که من برای شما مقصد خبری میدهم. خب این ذوالقرنین برادر عزیز همون نفری است که این گویم همون ذوالقرنین صاحب دو شاخ که به خاطر میگه ایراد ذوالقرنین به معنای یعنی ذی‌القرنین یا ذوالقرنین صاحب دو قرن، صاحب دو شاخ. اگر دالی اصلش میگه همیره صورتش در ایران است. مردم ایران ها بسیار در مسئله تاریخ و تاریخ شناسی بسیار در عالم گویم مشهور و معروف است. یعنی در اونجا یک هیکل از همین ذوالقرنین مقصد هیکلی ساختن که بالاش ده همون گویم سرپوشی که در بالای سرش دارد و دو شاخ در بالاش. ولی در بسیاری از کیناها دیدین که مقصد دارن بالای سرشون نمی خیل سرپوش های دارن که مثال دو شاخ در بالاش ماندگی هست. انمون مقصد صاحب دو شاخ. بعضی ها معنا کردن که ذوالقرنین به معنای صاحب مشرق و مغرب. یعنی این آدم تمام دنیا را که گشت، تمام دنیا را که مقصد در آمد داخل شد،
همه را دید. برای همین میگن که صاحبی یعنی مشرق و صاحب مغرب این خیلی معنا کردن. ولی برادران عزیز در گرد شخصیت این قرآن چیزی نمیگه، فقط همون قصه ایش بیان کرد که وقتی در یک دیهی رفت که یعجوج و معجوج که بسیار این مردم غم میدادند و اون مردم آمدن با حضرت ذوالقرنین صحبت کردند و حضرت مصلحت چون داد که بیا در بینتون مقصد یک دیوال آهنی میکنیم و اون دیوال آهنی را کردن. بسیاری تفسیرات هم میگه این در همون کوههای کفکزای، میگه همون بین ارمنستان و بین آذربایجان ای که همون دیوال آهنی را کردن که یعجوج و معجوج در همونجا پنهانن. یکی از نشانهای قیامت همیه که همون دیوال چپه میکنن، از داخل و یعجوج و معجوج بیرون میشوند و حضرت عیسی علیه السلام بعد همون یعجوج و معجوج هم با نابود میکنن. برای همین یعنی همین خیل در اطراف حضرت ذوالقرنین سخنها هست. بعضی ها میگن که این همون اسکندری مکدونی است، اسکندر مقدونی میگن بعضی ها میگن همون است. ولی اینجا در این سخن کمتر مشکل قبولش به خاطری که او اسکندر مقدونی مقصد وای شاگرد ارسطو بود، اینها دین نداشتند، یعنی اینها مسلمان نبودند. برای همین نمیشود که ما بگیم این ذوالقرنین همان اسکندری مکدونی باشد، این وای نیست میگن. بعضیاش گفتن که این ابوکرب است، همین ذوالقرنین جناب ابوکرب است. مقصد مورخ ها همچنان میگن، تاریخ شناسا. بعضی ها گفتن نه او یک فرشته بود، بعضی هاش با این خیلی هم گفتن. ولی با تحقیق میگه مولانا ابوالکلام آزاد او کروش کبیره. برادر عزیز همین ذوالقرنین میگن ابوالکلام آزاد این نفر میگه که همین کروش کبیره میگه و این کروش کبیرش در قرنهای بگیم که 6 یعنی همو میانه 6 و 6 همین کروش کبیر پیش از میلاد اینا، یعنی به این حسابه های ما نه، پیش از میلاد در عصرهای بگیم 6 موافق میاد که کروش کبیر در همون زمانها مقصد ارزی وجود داشت. به هر حال میگه نص قرآنی درباره شخصیت ذوالقرنین زمان و مکانی و چیزی نمیگوید، یعنی شخصیتش نمیگه در کدام عصر بود، قرآن حدیث در این باره ها چیزی نمیگه، مگر مورخ ها میگن که در عصر 6 پیش از میلاد بود. ولی فقط میگه قرآن ای را بیان کرد که این برای عبرت است و برای مقصد جواب آن نفرهایی بودند که از پیامبر درباره ذوالقرنین پرسیدند. و تفسیر الاساس برادران عزیز میگه به تحقیق مولانا ابوالکلام را از همه اقوال در این باب قوی تر دانستند. یعنی تفسیر الاساس میگه که از همه در میگه معتبرتر سخن همین مردک ابوالکلام آزاده، یعنی همین ذوالقرنین همون کروش کبیر است میگه. یعنی این میگه بسیار قوی تر میگه سخن همین میگه به حقیقت نزدیکتر میگه. و از کروش میگه در ایران هیکل میگه به دست آمده است دارای 2 شاخ و 2 بالای، یعنی 2 شاخ هم دارد 2 بال هم دارد، 2 پر دیگه هم در پشتش مقصد دارد. خلاص یعنی در قرآن در سوره کهف در آیت های 83 او طرف تا 89 در بالای حضرت
ذوالقرنین برادران عزیز صحبت میکنند. استاد جان، ما در دوشنبه مدتی 4 سال میشود خانه فروشی داریم. خریدار زیاد داریم. میآیند میبینند مصلحت میکنند، بعد در آخر نمیگویند. بسیاری ها میگویند که جادو کردگی، از همین سبب به سودا نمیرود. استاد جان، شما چی مصلحت میدید؟ چیکار کنیم؟ البته در هر یک کاری که وقتی میبینید که برار نیست، مردم ما همین خیلی در هر یک کاری را ببیند که همین نشیده سای یک جا دو کس آمد نشید، یا یک جا برای خواستگاری میریم یک جا دو جا گپ مانا نمیگیرن، در رو گمانامون همیده پیدا میشود که یگان کس پیش کار مانا نبسته باشد، یگان کس ما را جادو نکرده باشد. نه خواهرها و دادرای عزیز، بسیاری همین چیزها را مقصد از ذهنها تان بگیرید. این کار گاه برار میگیره گاه برار نمیگیره. مقصد شاید آدمی هست که در برابرت یعنی شرم میکنه یا دل تپر میکنه یا روش نمیشوه، لیکن مقصد بعدن میرود و از قفا بعد مثال گپ میزند که نه نشید، قبول نشید، معقول نشید. گفته همینه. این معامله های دنیوی همینه آخه هست. حتی زمین هایی هست، خانه هایی هست که سالها حرکت میکنن سودا نمیشن. یکی میبینی الله مهربان باید ترحم کرد، در همون 10,000 که میدادیش زمانی میفروشیش که قریب 50,000 میفروشیش. با میگوید خدا را شکر که ای کاش که در همون چه ندادمش، هرچی مقصد یعنی نرخش بالا رفته بعد فروختمش. این خیر هم امکان داره. برای می بسیار دیدین که اگه ناراحتین و کارتون نمیشه، یکان صدقه کنین، یک صدقه کنین، یک خیر یک احسان کنین. مثلا به موافق قوتون 3-4 کمبغله که یگان سومه، یگان نانه، یگان غذای یک چیک برین بتینن. مقصد تانمی باشه که خدای مهربان پیشی کارمونه کشاده کن. یا دور کد نماز بخوان، الله مهربان بگو الله خدای مهربان همین مالی که مقصد دارم همین را برای سودا کردن و یا برای همین را کشایشش الله مهربان یک مهربانی که گفته دعا کنین، انشاءالله همش خیر میشه، همش خوب میشه. بابای حاجی ما یک گروه جوان ها در مهاجرت هستیم. نامم سعید است. بیکار هستیم. التماس در حق من دعا کنید تا صاحب جای کار و ریسک حلال شویم. الله مهربانی دادر ما سعید هم، جمله جوان هایی که با همراه سعید هستند و جمله مردم ما که در کجایی که باشین، اگر همین خیلی مشکلات بالاتون آمده باشد، الله مهربان دعا میکنیم که خداوند شما را صاحب جای کار کند، کارهای خوب تان نصیب کند، کارهای حلال نصیب تان کند و الله مهربان کاراتون را برار بتد و برکت نصیب کند. آمین یا رب العالمین.